درود و عرض ادب خدمت یکایک اعضای محترم شبکه پرچالی و کلیه کاربران. ضمن تشکر از حسن اعتماد و همکاری بسیار خوب شما عزیزان، پیرو درج لینک مربوط به استخراج برنامه بیت کوین که عرض کردیم سرعت بسیار خوبی داره و اختصاصی میتونه برای استخراج بیت کوین مفید باشه. این برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم و امیدواریم که این برنامه بتونه نیازهای افرادی که واقعا علاقمند به استخراج رمز ارز به ویژه بیت کوین هستن تامین بکنه و مفید و موثر واقع بشه. همونطور که ملاحظه میکنید پس از کلیک بر روی لینکی که در کانال تلگرامی شبکه ما درج کردیم، شما این همچین صفحه‌ای برای شما ایجاد خواهد شد. اپش رو دانلود خواهید کرد. هم روی سامسونگ و هم روی آیفون این برنامه نصب خواهد شد. آپشن های بسیار متفاوتی داره و سرعت برنامه بسیار خوب هست. از نظر محاسبه درآمدی هم بسیار عالی است و بیش از 40 میلیون کاربر در سطح دنیا روی این برنامه دارن کار میکنن و یکی از برنامه‌های تخصصی با آپشن‌های متفاوت در این شبکه وجود داره و خوشبختانه یکی از اقداماتی که در واقع صورت گرفت اینه که قبلا این هر برنامه با هر 3 ساعت استارت میشد. پیگیری های زیادی کردیم و صحبت های زیادی کردیم، دلایل زیادی آوردیم که چه دلیلی داره یه فردی یه برنامه رو میخره با در 3 ساعت کلیک کنه. خوشبختانه جواب داد و این زمان به بالای 30 ساعت رسید و بسیار درآمد خوبی رو میتونه ایجاد بکنه با توجه به نوع انتخاب برنامه. این برنامه بیسیکه. البته یکی دو تا اکانت دیگه هست چون از ابتدا نمیتونستیم ما برای افرادی که تازه وارد هستن و تازه نصب میکنن از ابتدا نشون، چون برنامه فعاله نمیشه در واقع از ابتدا رو شرح داد. بنابراین این برنامه رو ما گذاشتیم که بتونیم از ابتدا برای فردی که وارد این برنامه خواهد شد از ابتدا استحضار داشته باشه که چطور میشه ازش استخراج کرد و آغاز کار از چه روشی هست. خب همونطور که میبینید در پایین ترای ناو رو ما باید کلیک کنیم. در اینجا 3 تا آپشن هست. این برنامه عرض کردیم بیسیک پایه هست. میتونید شما سرعت هم بخرید که من در ادامه توضیح خواهم داد. 1 ماه، 6 ماهه و 12 ماه، 1 ساله هست. اگر شما این برنامه رو خریداری کردید تا 3 روز این برنامه برای شما مجانی کار میکنه. بعد از 3 روز از حساب شما که توسط کردیت کارت یا افرادی که در واقع کیف پول گوگل دارن از طریق گوگل هم میتونن خریداری کنن. اگر افرادی که دسترسی به این موارد ندارن رو در ادامه توضیح خواهم داد که چطور میتونن هماهنگی بکنن که براشون فعال کنیم. توصیه اینه که اگر افرادی که دسترسی ندارن برای این برنامه اختصاصی یک ایمیل و پسورد موقت بذارن که اگر هر فردی، حالا شبکه ما یا دیگران رو که امکانات و دسترسی برای کردیت کارت دارن رو اون پسورد موقت رو بدن که براشون فعال بکنن، چون اطلاعات کردیت کارت و یا اطلاعات مالی رو هیچ فردی در اختیار دیگران نمیذاره. متقاضی که میخواد علاقمند هست که در ارتباط با این موضوع فعالیت داشته باشه میتونه پسورد ایمیلش رو بده و پسورد موقتی که ایجاد کرده رو بده. فرد مورد نظر، حالا یا شبکه ما یا هر فرد دیگری که دوستان خودشون افرادی که امکاناتش دارن میتونن براشون فعال کنن، اون پسورد موقت رو میدن براشون فعال میکنه و وقتی فعال شد شما میتونید وارد ستینگ برنامه بشید و خدمت شما عرض شود که پسوردتون عوض کنید. به هر صورت توصیه ما اینه که اگر واقعا یک درآمد خوبی میخواید داشته باشید 1 ساله رو انتخاب کنید و این برنامه تبلیغاتی نداره. تا 10 تا لول زیر مجموعه میتونید بگیرید که از درآمد اونا هم به شما ساتوشی خواهد داد و ما استاندارد رو نباید رو مبلغ بذاریم. استاندارد باید روی قدرت و میزان ساتوشی که تولید میشه بذاریم، برای اینکه قیمت بالا پایین میشه. ولی من برای نمونه خدمت شما عرض میکنم، میگیم همین 1 ماهه، وقتی 1 ماه انتخاب کردیم پایین سابسکرایب رو میزنیم. البته رو این
وقتی خرید میکنید یه 10% مالیات هم خواهد، تکس داره. حالا $1 میشه $1 رو مثلا 10 سنت و مبلغ خاصی نیست. افرادی که حرفه‌ای تر و دوست دارن، امکانات دارن و توانشو دارن، اگر این کار رو بکنن بتونن سرعت بخرن، به نظر من خیلی خوبه و من در ادامه توضیح خواهم داد که چقدر میتونه درآمد خوبی داشته باشه. و تا میتونید زیر مجموعه بگیرید و هیچ فشاری به موبایل شما نمیاره، حتی برنامه رو ببندید کار میکنه در اون زمانی که مشخص شده و فقط اینترنت شما نباید قطع بشه. خب حالا فرض کنید ما 1 ماه خریداری کردیم و در اینجا هم سابسکرایب زدیم و این برنامه فعال شد. چون ما نمیخوام اکانت دیگری ایجاد بکنیم، بنابراین من اینجا سابسکرایب نمی کنم، میرم در جایی که فعال شده هست و داریم از ادامه اونجا رو در خدمت شما خواهیم بود که توضیحات کاملتری رو اونجا خدمت شما خواهیم داد. و نکته‌ای که در این صفحه باید دیگه خدمت شما عرض کنم، چیزی به ذهنم نمیرسه. توصیه‌ام اینه که اگر دوستانی که علاقه‌مند هستن این برنامه پایه رو در واقع اینجا 1 سال انتخاب کنن. و اجازه فرمایید ما در صفحه بعدی که در واقع داریم خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اجازه فرمایید لود بشه. لود شد. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه است که داره بیسیک الان کار میکنه و اکانتی است که البته قبلا کار میکرد برای توضیح این قضیه که نقل انتقالات چطوره، چقدر تولید میکنه و چقدر در ارتباط با این موضوع ما میتونیم درآمد داشته باشیم. و عرض میکنم این برنامه الان همونطور که عرض کردم 3 روزه باید قطع بشه دیگه. این الان باید قطع بشه. همونطور که ملاحظه میفرمایید در طول 3 روز به ما 1777 ساتوشی داده. زمانش هم در اینجا مشخص شده که 14 دقیقه دیگه تموم میشه. البته عرض کردم اینجا در واقع علامت اکتیو وقتی که اومد شما کلیک میکنید این کار میکنه 5-6 ساعت. بعد از 5-6 ساعت میگه 24 ساعت دیگه زمان تمام میشه و شما میتونید در واقع انتقال بدید. این درآمدی است که همونطور که ملاحظه میفرمایید ما 99 سنت در واقع $1 به اضافه تکسش رو دادیم، 1.10 پرداخت شده. درآمد ما 1.11 است. پس در طول 4 روز ما اصلا پولمون رو گرفتیم. و حالا شما اگر این پول انتقال بدید، همون کیفی که در کانال گذاشتیم مربوط به این شبکه است که سود میده به شما و پول شما 3-4 روز هم برای دوره 1 ماه تامین خواهد شد. در این قسمت ماینینگ نتورک از چیزی که ما دریافت کردیم، دلیل این که این برنامه یه مقدار کم ما دریافت کردیم، قبلا هر 3 ساعت تمدید میشد، یعنی 3 ساعت با استارت میشد. خب طبیعی است که بخش عمده ای از زمان رو ما در حال استراحت هستیم و نمیتونستیم این کار بکنیم. خوشبختانه این موزل حل شده و خیلی جالبه. مثل برنامه بخش 4م 5م در دراز مدت در واقع زمانش زیاده که میشه مدیریت رو راحت‌تر کرد و از فرصت ها استفاده کرد. و اکانت دیگه ای با سرعت بالا فعال کردیم در قسمت افیلیت هست که زیر مجموعه های ما رو نشون میده و در اینجا هم طور که ملاحظه می‌فرمایید حدود نزدیک $30 از زیر مجموعه ها به ما و فردی که به ما معرفی کرده، از فردی که معرفی میشید هم درصدی به شما خواهد داد. مجموع این دوتا در زیر استخراج شده که نشون داره میده. حالا این مبالغ ممکنه وقتی که دلار شما بیت کوین شما ارزش بیشتر پیدا کرده بیشتر شود. همونطور که ملاحظه میکنید در قسمت این نکته که نوشته شده بیت کوین بر اساس دلار الان $62,594 و اگر این بشه $80,000 این رقم هم بیشتر خواهد شد. پس به خاطر همین عرض میکنم که ما رقم مالی رو نباید توجه کنیم، ما باید به ساتوشی دقت کنیم که چقدر ساتوشی داده، چون این ساتوشی ممکنه همین $1,777 اگر قیمت بیت کوین بشه $90,000 این ممکنه بشه $5. بنابراین حالا با همین قیمت حاضر کنونی اصل این است که شما با همین قیمت خریدید، یعنی با $1 شما خریداری کردید اینقدر به شما داده در طول 4 روز، 3 روز نصف 4 روز. و این برنامه بسیار خوبیه که بقیه روزا میتونه درآمد شما بشه اگر هم افزایش قیمت داشته باشین. توصیه میکنم
تا اون برنامه‌های قبلی که گذاشتیم همه مجانی هست، در کانال هست، استخراج کنید. در 2025 انفجار قیمتی ارزها رو خواهید داشت و تا فرصت دارید، فرصت هست، از این فرصت استفاده کنید، رمز ارزها رو ارشد استخراج کنید و از چند جنبه، هم از زیر مجموعه ها، هم از افزایش قیمت و همین که تو کیف پولتونم که عرض کردم متعلق به این شبکه هست سود میده، در واقع درآمدهای شما چندین برابر. اساس کار رمز ارزها اینه که یه وقت 400 برابر، 600 برابر، 700 برابر میشه. این حرف من نیست، یه بحثی است که اصلا واقعا وجود داره. شما میتونید از همه جا سرچ کنید و اطلاعات رو در واقع دست اول بگیرید. خب به هر صورت ما در اینجا ملاحظه میفرمایید که ما الان با $1 در طول 4 روز اینقدر درآمد داشتیم و بقیه روزا میتونه برای ما به صورت در واقع استخراج به عنوان سرمایه ما درآمد ما محسوب بشه و منطقی است که درآمد بسیار خوبی خواهد داشت با توجه به سبکی و لایت بودن این برنامه و آپشن های متفاوتی که داره. اون چیزی که بیشتر مد نظر هست اینه که در واقع ما بحث ستینگ و این مواردش رو خدمت شما توضیح بدیم. همونطور که در قسمت بالا شما ملاحظه میفرمایید، سمت راست بالای بالا 3 تا خطی که وجود داره علامت ستینگ شما میتونید در قسمت ایمیل برید، اکانت نامبر شما مشخصه، در قسمت ایمیل میتونید برید اینجا رو ایمیلتون و پسوردتون رو عوض بکنید. همونطوری که عرض کردم برای افرادی که امکانات ندارن خرید کنن، اگر ایمیل و پسورد گفتیم موقت بذارید، ایمیل رو اصلی بذارید، پسورد موقت بذارید، بعدن که فعال شد ایمیلتون میتونید عوض کنید. و در قسمت دوم افیلیت داشبورد شماست و اجازه بفرمایید من اینجا یه توضیح بدم خدمت شما. همونطوری که در لینک هایی که در شبکه گذاشتیم ما عرض کردیم که شما همون برنامه پایه رو نصب کنید. الان ما سیتی براوزر هستیم، یعنی در همینجا این ملاحظه می‌فرمایید که این همون اطلاعاتی است که در صفحه اول داشتیم برنامه پایه رو داره نشون میده. ما سیتی فارم رو گذاشتیم خدمت شما، ارشد سیتی پول رو گذاشتیم. نکته این است که چه شما بخواید چه نخواید، اصلا اگر از لینک سیتی فارم در واقع کلیک کنید و بخواید اقدام کنید یا سیتی پول که عرض کردیم شما سیتی پایه رو، برنامه پایه رو بذارید، در هر صورت اون لینک هایی که گفتیم در مورد سیتی فارم یا سیتی پول هست که ملاحظه میکنید اینجا خواهد اومد و شما خواهید داشت. حالا ما الان با سیتی براوزری که در این قسمت هستیم روی داشبورد سمت چپ که رنگش سفید شده، داشبورد سیتی براوزر داره نشون میده، همه کارهایی که با چجوری انتقال بدیم درآمدمون چطور، لینک های ما چی هستش که شما لینک رو میبینید، میتونید لینک رو بذارید و همینجا شما میتونید سیتی فارم رو ببینید برای خودتون. یعنی در واقع میاد ملاحظه میفرمایید ما اینو فعالش نکردیم، یه برنامه فوق العاده حرفه‌ایه، کسانی که میخوان مزرعه بزرگ درست کنن. حتی سیتی فارم پرو هست که من بازم بزنم لینکش فرق داره، شما همینطور این لینک رو خواهید داشت و سیتی پول هم همینطور. میبینید اینجا ما هیچ گونه درآمدی نداریم. هر قسمتی رو که شما علاقه دارید که در واقع فعال کنید، همین قسمت رو باید فعال کنید و خرید کنید. بنابراین چون این دو بخش بسیار حرفه‌ای برای افرادایی که میخوان واقعا در حد 1 بیت کوین 2 بیت کوین خریداری کنن که بتونن در سال چند تا بیت کوین بگیرن ضرورت داره و کاربرد داره. بنابراین ما این قسمت ها نمیریم و همین سیتی براوزر رو میمونیم و شما ملاحظه میفرمایید در اینجا میتونید در این قسمت لینک ها رو استخراج کنید و کپی کنید، انتقال بدید و تا میتونید زیر مجموعه بگیرید که در سطح درآمدی شما بیشتر بشه. همونطوری که ملاحظه میفرمایید میبینیم ما از این لینک هیچ گونه زیر مجموعه یا در واقع رفرال نداریم و داره به ما میگه حدود 48 تا ماینر الان فعال هستن و آماری که دارید این شبکه میده و خدمت شما عرض شود که کل اطلاعات لازم رو در اینجا از نظر قیمت به طور شناور و زنده خواهد داد. برنامه بسیار خوبیه و توجیه بسیار اقتصادی و منطقی برای درآمد شما خواهد داشت. تحت هر شرایطی هم در اینجا اگر یک وقتی خواستید برگردید به صفحه اصلیتون، شما در قسمت پایین سمت چپ علامت سیتی رو میبینید، آرمین شبکه رو میبینید
میتونید کلیک کنید و ما برمیگردیم به صفحه اصلی که داشتیم ماین میکردیم و شما ملاحظه میکنید که بعد از 30 و چند ساعت میگه 6 دقیقه دیگه تموم میشه. البته این برنامه قطع میکنه برای اینکه ما فقط و فقط به خاطر اینکه خواستیم توضیح بدیم خریداری کردیم. $1.99 البته با 10% مالیات که 1.10 یعنی $1.10 شد و اطلاعات لازم در اینجا رو خدمت شما عرض کنم که داده. بحث انتقال به کیف شماست که به سرعت منتقل میشه به کیف شما و حداقل انتقالیش حدود 1/100,000 بیت کوین هست. یعنی اگر شما سرعت بالا بخرید هر 24 ساعت میتونید انتقال بدید. اگر سرعت بخرید، حالا که الان ما در قسمت خرید سرعت نیستیم، همون بیسیک هستش، ولی هر 2 روز 3 روز وقتی که به این حد رسید شما میتونید انتقال بدید و بهتره که انتقال بدید اینجا نمونه بره اونجا که سود میده به شما. و خدمت شما عرض شود که حالا ما میخوایم مثلا خرید در واقع سرعت هم داشته باشیم و بعد برمیگردم من خدمت شما در قالب انتقال این برنامه به کیف پولتون توضیح خواهم داد. خب چون این برنامه ما تمدیدش کردیم برای 1 ماهه و گفتیم که کنسل میکنیم، 3 روز مجانی بوده، من کنسلش کردم. عملا اون $1.10 یعنی $1.10 که پرداخت کردم رو به من خود شرکت گوگل یا کمپانی گوگل برمیگردونه، چون کنسلش کردم، مشترک نشدم، نخواستم اکانت جدیدی ایجاد بکنم و بنابراین با این تفاصیل ما اینقدر تونستیم به عنوان یک عضو مهمان این شبکه دریافت داشته باشیم که میتونیم انتقال بدیم به کیف پول. در هر صورت شما تا 3 روز فرصت دارید که کنسلش کنید. خب حالا فرض کنید یک فردی میخواد این برنامه پایه رو نصب کرده و میخواد خرید بکنه برای سرعت. اجازه بدید که ما در قسمت سرعت هم بریم خدمت شما که یه توضیح داشته باشیم. خب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید اینجا من مجدد برگشتم تو همون بیسیک که برای شما توضیح داده بودم که اگر یه ماه می‌خرید یا ارشد خدمت شما که 6 ماهه یا 12 ماهه، در اینجا اگر من سابسکرایب بشم مجدد مثل همون برنامه قبلی که خدمت شما توضیح دادم خرید رو برای من خواهد داشت که من نمیخوام این کار رو بکنم و در این قسمت من برگردم که همونطور که ملاحظه میفرمایید در اینجا ما برنامه برای انجام خرید سرعت در این برنامه 2 تا آیکون آبی در واقع حالت علامت برق رو میبینید، الکتریسیته رو میبینید. هر کدوم از اینا رو بزنید شما میتونید خرید کنید و همینطور که ملاحظه میفرمایید اینجا به ما گفته سرعت شما پایه هست و من میخوام ادکلات کنم. در قسمت ادکلات رو اگر بزنید بله، خب در اینجا آمده میگه شما سرعت رو چه سرعتی میخواید. همونطوری که شما قبل دیدید ما سرعت‌های پایه رو در 3 قسمت در واقع 3 زمانه اعلام کرد. حالا در اینجا میخوام سرعت بخریم، یعنی تقویتش کنیم، بوستر بخریم. شما اولا تاکید میکنیم به هر مدتی که پایه خریدید در اینجا سرعت هم به همون زمان بخرید، برای اینکه شما ممکنه بیایید 1 ماهه بخرید بعد بیاید اینجا سرعت 12 ماهه بخرید، برنامه‌تون قطع میشه، 11 ماه دیگه سرعتی که خریدید از بین میره، مگر اینکه دوباره اون 1 ماه رو تمدید کنید. به خاطر همین عرض کردیم که شما پایه رو 12 ماهه بگیرید یا 6 ماهه بگیرید، بستگی به سلیقه افراد داره، و بعد در ارتباط با این موضوع طبق همون اینجا سرعت رو بخرید. حالا شما سرعت رو، البته اینجا سرعت 1 ماهه نداره، سرعت هم باید 3 ماهه باشه. از اون طرف میدید اونجا پایه میخواید خریداری کنید، 3 ماهه ما نداریم، 1 ماهه 6 ماهه داریم، پس بهتره که 12 ماهه بگیرید که هم اینجا 40% تخفیف داده و همین که 12%
12 ماه پایه که خریداری کردید بیسیکه، اینجا هم سرعت 12 ماهه باشه. خب مدت زمان سرعت شما در اینجا میگه 12 ماه است. 12 ماهه با چه سرعتی میخواید؟ X15 XC تا X180 تا X220. شما اگر سرعت X220 رو بخرید در طول سال، اون خرید که کردید باید اینجا خوشبختانه 40% تخفیف داده، یعنی بوده 531 ممیز 99 دلار، تخفیف داده حدود 379 دلار و 99 شده. خیلی خوب، اگر فرض یک فردی سرعت در واقع پایش رو 12 ماه یک سال گرفته، 12 ماه انتخاب بکنه، میتونه سرعت X15 بگیره، یعنی 4500 هش ریتی بگیره و در اینجا میشه سالانه 25 دلار، یعنی 26 دلار، 10% هم مالیات بره روش. در واقع میتونه با این خریداری بکنه. در مجموع میخوایم عرض بکنیم که چه سرعت بخرید چه نخرید، برنامه پایه‌ای که خریداری کردید، اون برنامه پایه به شما با همون سرعت ثابت در واقع استخراج رو به شما خواهد داد. یعنی اجباری نیست که کسی حتما سرعت رو بخره. افرادی که توانشو دارن، علاقه دارن، افرادهای باهوشی که قبلا بر مبنای برنامه‌های مجانی که در داخل کانال گذاشتیم استخراج کرده بودن، میتونستن پول این رو در بیارن که بیان اینجا این خرید بکنن و در اینجا ازش استفاده کنن. یا افرادی که توان مالی دارن میتونن در واقع بیان سرعت رو با زمانهای متفاوت و یا در واقع سرعتهای متفاوت در اینجا خریداری کنه. در هر صورت خرید سرعت 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه است. حالا نوع سرعت ها رو هم شما میتونید اینجا انتخاب کنید که مبلغ برای شما مناسب میکنه. مجدد اینجا هم باید سابسکرایب کنید که از حساب اون کاربر در واقع در قسمت خرید گوگل یا افرادی که کیف گوگل پلی دارن، کیف پول داره، گوگل پلی هم کیف پول داره که حالا درآمدایی داشتن اونجا در اونجا انباشته شده، میتونن از اونجا خرید کنن. افرادی که ندارن که من حالا راه رو خدمت شما عرض میکنم. در مجموع این قسمت برای ادکلاد رو توضیح دادم که در اینجا با این صور و با این روش شما میتونید انتخاب کنید. در هر صورت سرعت نخریدید، همون سرعت پایه‌ای که وجود داشته شما میتونید دریافت کنید. من برمیگردم به همون برنامه‌ای که ما در واقع داشتیم. بسیار خوب. خب ملاحظه می‌فرمایید که ما برنامه‌مون زمانش تموم شد. خوشبختانه زمانی تمام شد که این ویدیو رو داریم تهیه میکنیم. ما ادکلاد رو میزنیم، اکتیو رو میزنیم که برنامه رو برای مجدد فعال کنیم. امیدوارم که فعال بشه چون زمان برنامه هر صورت خدمت شما. بله، شما ملاحظه میفرمایید که به ما در اینجا این فضا رو داده و خدمت شما عرض شود که اجازه اکتیو شدن به من نمیده. اجازه بدید من در اینجا یه توضیح به شما بدم. پیامی که داره میده میگه شما چندین اکانت رو، یعنی چند تا اکانت رو دارید و شما اگر اکانت های متفاوت رو دارید میتونید در اینجا مدیریت بکنید. ببینید، یعنی میتونید برید تو قسمت همون 3 تا خطی که در بالا ما زده در واقع نشون داده بودیم به شما تو ستینگ، برید وارد بشید و در واقع برید رو هر اکانتی مدیریت میتونید بکنید، انتقال میتونید بدید، خرید میتونید بکنید، اما هر اکانت رو میتونید روی دستگاه میگه باید فعال کنید. بنابراین استحضار داشته باشید هر چند تا اکانتی رو که شما خریداری کردید شما میتونید اکانت در واقع یک برنامه از اون اکانت رو شما روی هر دستگاه فعال کنید و خدمت شما عرض شود که نمیتونید چند تا اکانت رو فعال کنید. بسیار خوب. خب و این مورد خیلی جالب بود که در اینجا به ما هشدار داد. مجموع کلام این که اگر شما چند تا اکانت، خیلی‌ها چند تا اکانت برای خودشون درست میکنن، میگوید شما هر اکانتی را که دوست دارید میتونید ایجاد کنید، در اینجا مدیریت کنید، پولتون انتقال بدید، خرید کنید، اما برای فعال سازی در این برنامه هر اکانت
روی هر دستگاه میتونه استخراج داشته باشه. خب همونطوری که عرض کردم شما در اینجا اگر وارد بشید میتوانید برید اینجا ببینید. یعنی من الان این لاگوت کنم، مجدد بخوام ساین این کنم، لیست دوتا اکانت ما اومده. درست؟ بنابراین من هر دو اکانت رو روی یه دستگاه نمیتونم در واقع فعال کنم، روی تلفن نمیتونم فعال کنم. هر اکانت روی یک دستگاه فعالیت ماینینگ خواهد داشت، اما میتونم مدیریت بکنم، انتقال بدم، خرید بکنم، فعال سازی بکنم. بنابراین من برمیگردم رو همون اکانتی که میخوام به شما توضیح بدم و برم در قسمت انتقال وجه. خب پس ما اد کلاد رو گفتیم، پایه رو خدمت شما عرض کردیم، توصیه هم میکنیم اگر خواستید دیگه مبلغش حدوداً در یک ساله پایه بخواد یک ساله بگی در 12 تا میشه. در مجموع من این اکانتی که الان شما ملاحظه میکنید که ما با 99 سنت خریداری کردیم، در طول 4 روز $1.12 به ما داده. مثلا مبلغ رو کاری نداریم، ما باید به ساتوشیش نگاه کنیم، چون مبلغ ممکنه با همین ساتوشی بشه $3. قیمت ارز اگر افزایش پیدا بکنه که در واقع افزایش پیدا میکنه، الان 62815 هستش. به طور آنلاین نشون میده. یه برنامه فوق العاده جالبی. درآمدهای زیر مجموعه هم که عرض کردیم، یعنی اکانت دیگری که الان به من میگه نمیتونید فعال بکنید، اکانت پرسرعتی بود که ما قبلا فعال کردیم و زیر مجموعه این اکانت کردیم. همونطور که ملاحظه میکنید $30، نزدیک $30، 40 سنت از زیر مجموعه اکانتی که ما خریداری کردیم به ما داده. یعنی اون اکانت هم تقریبا مدت چند وقتی است که فعال کردیم، چون اکانت جدیدی میخواستیم بگیریم، گفتیم خب به هر صورت با معرفی این اکانت میگیریم که لااقل اینجا درآمد زیر مجموعه هم داشته باشیم. خب بنابراین مجموع این دوتا هم که در اینجا هست. خب حالا این در طول 4 روزی که 4 روزی که ما با 99 سنت خریداری کردیم، یعنی $1.10 با مالیات خریداری کردیم، اینقدر ساتوشی به ما داده. من این رو عرض کنم با توجه به زمان 30 ساعتی که این برنامه در واقع داره، بسیار عالی است که زمان رو در واقع میتونیم مدیریت بکنیم. نیاز نیست زیاد با این برنامه سر و کله بزنیم و میزان بیشتری به ما ساتوشی خواهد داد. و توصیه ما این است که اگر دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن همون یک ساله پایه بگیرن. دوستان دیگری که خیلی علاقه دارن میخوان ترید کنن، حرفه‌ای کار کنن، میتونن سرعت بالا یا هر سرعتی رو که طبق اون زمانی که تاکید ما اینه، طبق زمانی که شما پایه رو فعال کردید طبق همون بگیرید، هر دو همزمان باشد که هر دو همزمان تموم بشه، که یه وقتی شما سرعت رو زمانی بیشتر از زمان پایه نخریده باشید که پایه شما قطع شد، اون سرعتی که مثلا 2 ماه دیگه مونده سرعت دارید ولی پایه ندارید و بنابراین اون هزینه شما به هدر خواهد رفت. در مجموع من فکر میکنم اگر 1 سال خریداری بشه، سرعتم 1 سال خریداری بشه، 2 ماهه پول شما رو پس خواهد داد، 10 ماه دیگه درآمد شما خواهد شد، زیر مجموعه هم درآمد شما خواهد شد، بلفور میره تو کیف پول شما، درآمد شما خواهد شد و انفجار قیمتی که به جرئت میشه ادعا کرد در سال 2025 در مورد رمز ارزها خواهد داشت، میتونه یک درآمد بسیار خوبی رو بدون زحمت آنچنانی و بدون اینکه به موبایل فشار بره. بسیار برنامه لایت و سبکی است که دارن استفاده میکنن و بسیار جالبه. افراد میتونن درآمد بسیار خوبی داشته باشن. در هر صورت ما این میزانی که الان برامو در واقع ماین کرده رو میخوایم استخراج کنیم و ویدرا رو میزنیم. خب در این قسمت شما کیف پولی که همون NC والت رو داشتید مال همین شبکه است رو در این قسمت که در واقع نوشته بیت کوین آدرس، از اونجا آدرس بیت کوینتون رو کپی میکنید، در اینجا نصبش میکنید، ستش میکنید همانطوری که ملاحظه میفرمایید. البته انتقاله، میگه که
اولویت در واقع انتقال وجه به انسی والت رو به خاطر اینکه مال خود این شبکه است و این شرایط بسیار خوبی که داره، چندان مثل شبکه‌های دیگری که انتقال میدید شما پولی کسر میکنه و باید مثلا بعضی از شبکه‌ها میگن که شما باید اینقدر مثلا 1 ماه 2 ماه تولید کنید بعد انتقال بدید. میگه ما یه همچین شرایطی نداریم. حداقل مینیمومی که میگه شما باید انتقال بدید، من عرض کردم اینجا 1/100,000 میشه، یعنی 0.004 که این سرعت شما اگر حتی 1 ماهه پایه باشد 3 روز، هر 3 روز میتونید انتقال بدید. اگر سرعت شما 1 ساله مثل برنامه‌ای که من خدمت شما نشون دادم سرعت شما بالا باشه، اون رو هر روز میتونید انتقال بدید. حالا این بستگی به سلیقه شما دوستان داره که انتخاب کنید. اگر پایه خریداری میخواید بکنید $12 میشه که مبلغی نیست، به نظر من 1 ساله بگیرید که در واقع بتونید هر 2 روز 3 روز شما انتقال بدید. بسیار خب، در اینجا ما میخوایم مبلغمون رو وارد کنیم. وقتی که میخوایم مبلغ رو وارد کنیم، نیاز نیست این مبلغ بلنس ما که در اینجا مشخص شده تایپ کنید. توتال بلنس ما رو در اینجا زده، گفته 1783 هست و همین روی این رو شما کلیک کنید، تمام اطلاعات یا میزان رمز ارز استخراج شده شما رو به ساتوشی انتقال میده به قسمت پیمنت امانت شما و عملا از اینجا دیگه برداشت میشه و میگه شما تمامش رو میخواید انتقال بدید. اینجا هم که اعلام میکنید من ربات نیستم، کلیک میکنید و در اینجا ویدرا رو مجدد ما کلیک میکنیم، منتظر میمونیم که سیستم. بله خب، در همین جا گفته که من کانفرم کردم. تا 2-3 دقیقه دیگه به حسابمون در کیف انسی والت خودمون که سود میده، نقل انتقالات بدون هر گونه هزینه هست و مال این شبکه است، به سرعت میاد در حساب شما. و بعضی وقتا شما میگید ویدرا رو میزنید که برداشت کن، ممکنه برای تایید متوجه بشه که شما پشت این سیستم ربات نیست، انسان هست. ممکنه چند تا اشکال بده، بگی وریفای کنید این پل، این دوچرخه است، این استخره، یا این اشکالی میدی که معمولا هست. اونجا شما اون رو کلیک میکنید، تایید میکنید و انجام میدید. بنابراین ما اگر بخوایم برگردیم این صفحه رو اگر تکون بدید، بکشید به طرف پایین، در سمت چپ پایین رو مجدد شما کلیک کنید، ما برمیگردیم به صفحه اصلی ما. برای چند دقیقه دیگه این رقم 1785 که الان شما میبینید، البته کمتر بود که انتقال دادیم، من البته دقت نکردم، فکر میکنم کمتر بود، در اصل هر چی که بود اون میزانی که برداشت شد و در جا انتقال میده به کیف شما. برای چند دقیقه دیگه این کلن برداشته میشه از اینجا و هم مبلغش کم میشه، هم این رقم کم میشه، میره برای سیکل بعدی که داره الان اکتیوه. همونطور که میبینید هنوز اکتیوه. این 5-6 ساعت به حالت اکتیو میمونه، بعد از اون 24 ساعت دیگه هم کار خواهد کرد. چیزی که واقعا من میخواستم خدمت شما عزیزان عرض کنم که چطور بخوان دوستان اینو فعال کنن، مهم اینه که شما در ابتدا اگر میتونید ببینید کسانی که با جیمیل میرن برنامه‌شون نصب کردن، تعداد زیادی برنامه رو نصب کردید، چون جیمیل درون موبایل شما سیو شده است، معمولا برنامه رو نصب میکنید، از شما آدرس نمیخواد، پسورد نمیخواد، چون پسورد شما رو داره. مجددا تاکید میکنیم پسورد رو یادداشت کنید. خیلی از کاربران به ما پیام میدن، تماس دارن که فراموش کردن، چه در برنامه بخش پنجم. خوشبختانه دوستان ملاحظه بفرمایید بعد از 5-6 ساعت که در واقع، البته این قبلا فعال شده بود، الان میگه از الان 24 ساعت دیگه، من نگاه کنید 23 ساعت و 59 دقیقه و 45 ثانیه دیگه میگه من برای شما ماین میکنم. خیلی جالب شد این برنامه، یعنی زمانش زیاد شد دیگه، نیاز نیست مثل سابق که هر 3 ساعت باز تمدید میکردی و
این فرصت ها از دست نمیره، مرتب ماین میکنه. جالبه، خوشبختانه این اتفاق هم افتاد اینجا که شما ملاحظه فرمودید. پسورد رو یادداشت کنید برای این برنامه، چون افرادی که دسترسی ندارن، من میدونم نیازمندی هستن که حالا با شبکه ما یا با هر کسی که خارج از کشورن، جایی که کسانی که کارت دارن بتونن، افراد که مثل شبکه ما یا افرادی خارج از کشور هستن که نمیتونن اطلاعات کارت مالی خودشونو بدن به کاربر، بذاره توی گوگل خودش نصب کنه، از اونجا خرید کنه، این مقدور نیست. بنابراین افراد میتونن یک روشی که من عرض میکنم، میتونن چیکار کنن؟ میتونن ایمیل که ایمیل، یک ایمیل اختصاصی برای این درست کنن و یعنی یه ایمیل کلی برای این برنامه درست کنید با یک پسورد موقت. ایمیل و پسوردتون رو میدید، همونطوری که عرض کردم ما در اینجا لاگوت میشیم، این قسمتی که میبینید لاگوت میشیم و خدمت شما عرض شود که با ایمیل و پسورد موقت شما وارد برنامه میشیم. اون میزانی که شما علاقه دارید برای شما فعال میکنیم و به شما میگیم اکتیو کنید، چون ما اگر اینجا اکتیو کنیم میگه شما یک برنامه دیگر فعال هست، نمیتونید رو دستگاه 2 برنامه. شما اونجا راحت مجدد وارد میشید با همون پسورد موقتی که به ما داده بودید و فعالش میکنید، مجدد وارد ستینگ میشید، پسوردتون عوض میکنید و کارتون ادامه میدید. به خاطر اینکه این تون هی پسورد و اینا رو بخواید چیز کنید، به خاطر همین میگیم 1 ساله انتخاب کنید. افرادی که یه مقدار در واقع ممکن از اقتصادی در مضیقه باشن میتونن همون 1 ساله بگیرن، در $12 میشه که بخوام معادل ریالیش هم حساب بکنن. این میتونه در واقع کمک کار باشه. حالا افرادی که حرفه‌ای تر و توان مالی دارن، میخوام بیشتر در واقع درآمد داشته باشن، مجموع خریدها اینجا مشخص میشه، هم پایه چقدر بوده، سرعت هم چقدر خرید، جمع این به اضافه 10% میشود. اصل قضیه که اون وقت میتونن دوستان با ادمین ها و شبکه توی دایرکت ها تماس بگیرن و اینو براشون فعال کنن و وقتی فعال شد شما پسورد رو عوض میکنید. حالا من عرض کنم یک افرادی اصلا نمیخوام پول بدن، مثلا خریداری کنن برنامه رو. ببینید ما بیش از 10-12 برنامه مجانی رو در کانال گذاشتیم. افراد میتونستن و میتونن از طریق انتقال رمز ارزهایی که دارند، به جای اینکه معادل ریالی بدن، میتونن رمز ارزها رو، ریالی کسی نمیپذیره الان، ولی میتونن معادل اون چه که خرید برنامه، چه پایه، چه با سرعت، چه پایه بدون تنها، یعنی پایه برنامه، خرید برنامه پایه تنها بخوان خرید کنن، معادل اونو میتونن با افزایش همون 10% مالیات رمز ارز رو به یکی از حسابهای شبکه بدن، یوزر پسشون هم بفرستن، ما براشون این رو فعال میکنیم و بهشون در واقع میگیم اکتیو شده و وقتی که اکتیو شد میتونن پسوردشون رو انجام بدن. پس با انتقال رمز ارز که میدونید، ببینید یکی از خوبی های رمز ارز در جهان کنونی همینه، یعنی اینکه با سرعت میشه کار رو انجام داد. من نمیخوام وارد بحث های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، موضوعاتی که در جهان حاضر در این عصر آیتی و آیسی داره اتفاق بیفته رو باز کنم. مطالب زیادی تو ذهنم هست که امیدوارم فرصت ها ایجاد بشه بتونم اینا رو ارائه کنم. یقین بدانید به سرعت این موضوعات بین سیاره‌ای خواهد شد، یعنی با توجه به اینکه بشر فضای زندگی رو در کره ما و مریخ داره انجام میده، به سرعت ما تا 2030 اتفاقات بسیار خوبی رو در بحث‌های اقتصادی، در بحث‌های در واقع پزشکی، کشاورزی، تأمین نیازهای بشر، حضور بیشتر و مؤثر هوش مصنوعی و آیتی و آیسیتی در جهان کنونی بسیار در واقع تاثیرگذار خواهد بود و امروز دیگه همه لزوما باید یک کیف پول یا همین ولت رو برای رمز ارز داشته باشن و به مرور این پول ها جمع خواهد شد. این از ضروریات مبرم و اجتناب ناپذیر بشر در شرایط کنونی خواهد بود و باید در این مسیر حرکت کنند.
خب یک سری میتونن برن بخرن سرمایه گذاری کنن که ابدا، بالا خیلی این کارو میکنن، ولی من توصیه من اینه که میتونن تولید کنن، یک کم زحمتی بیشتری بکشید تولید کنن. ببینید الان ما 7-8 ماه وقت داریم، تا 7-8 ماه که کمتر، ولی در واقع 8 ماه رو، بله ما الان برج 5یم دیگه، میلادی دیگه برج 5 میشه دیگه الان دیگه. تقریبا بعد 7 ماه ما عرض شد که 8 ماه وقت داریم. فرصت هایی که الان وجود داره برای استخراج رو برنامه‌های مجانی که گذاشتیم یا همین برنامه رو استفاده کنید، برای اینکه من مطمئن هستم در 2025 انفجار قیمتی روی رمزارزها صورت خواهد گرفت و چندین برابر خواهد شد. یعنی شما اگر $100 در طول این مدت از تمام برنامه‌هایی که ما گذاشتیم و همین برنامه، هم که سودم میگیرید هم از زیر مجموعه میگیرید، این در هر صورت ممکنه بشه $1000، ممکنه بشه $2000. حالا یکی سرعت میخره میتونه در واقع بیشتر استخراج بکنه. در کل میخوام عرض کنم با هر میزانی که در واقع رمز ارزها، چه با این برنامه چه سایر برنامه‌های دیگه هست که دارید استفاده میکنید، استخراج داشته باشید، ما چندین برابر در ارتباط با این سوداوری خواهیم داشت و این رو عرض میکنم جدی بگیرید و از این فرصت استفاده بکنید، چون اون برنامه‌های مجانی به مرور ممکنه قطع بشه و همونطور که میدونید ارزش ارزاشون میره بالا، داره در واقع شرایط رو سخت‌تر میکنه. اون چیزی که روی برنامه در واقع 5 ما اتفاق افتاد، برنامه پای، و سرعت رو دارن کم میکنن. بنابراین توصیه من به عنوان فرد بسیار کوچک در این کره خاکی که تجربیات اندکی دارم و دوست دارم این رو با دوستان، رفقا، کسانی که بر اساس صدای منو و این ویدیو رو میبینن، صدای منو میشنون، این است که میخوام اینا رو به شما اشتراک بذارم. از فرصت هایی که ما داریم اصلا استفاده نمی کنیم، میتونید از اون برنامه استخراج بکنید، درگیر کنید اعضای خانواده‌تون رو، مثل مزرعه‌ای که میرن سر زمین کار میکنن، نیرو کمکی میگیرن، همه از فامیلا میان با هم یه زمین کشاورزی و شالیزایی رو نشان میکنن، بعد میرن زمین دیگری رو. این مزرعه فارمی که داره میگه، فارم این مزرعه، حالا این مزرعه الکترونیکه، مشارکت بدید بچه‌ها رو، خانواده رو، افراد رو، که سرجم اینا بتونه مبالغی بشه. تأکید واقعا مجدد میکنم که برنامه‌ای که مجانی است، اگر واقعا افراد روزانه روشون 5 تا 6 ساعت کار کنن، میتونن در ما یه مبالغی در بیارن. برنامه پای بسیار عالی است و انشالله هرچه زودتر ترید و خرید فروشش آغاز خواهد شد. و این برنامه همونطور که ملاحظه فرمایید، هر میزانی شما خریداری کرده باشید، هر میزانی شما سرعت خریداری کنید، اگر 1 ساله باشد، 2 ماه با 2 ماه درآمد شما، یعنی اون هزینه کرده شما برای خرید برنامه و سرعت بازپس خواهید گرفت. مابقیش میشه درآمد شما، زیر مجموع میشه درآمد شما، سودی که به کیف شما به شما خواهد داد میشه درآمد شما. ما این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. بنا داریم این برنامه رو استثنا روی یوتیوب بنده بارگذاری کنیم، برای اینکه افرادی که جدید وارد میشن استحضار داشته باشن لینک کانال در واقع تلگرامی و لینک تمامی برنامه ها رو در قسمت لینک های، نصب لینک های در واقع صفحه یوتیوب رو خواهیم گذاشت که عزیزانی که این ویدیو رو در واقع در یوتیوب مشاهده خواهند فرمود، میتونه در قسمت لینک های صفحه یوتیوب بنده برن و تمام برنامه‌هایی که توی شبکه در واقع کانال تلگرامی گذاشتیم اونجا خواهیم گذاشت و اطلاعات رو میتونم بعداً با مراجعه به کانال تلگرامی ما که آدرس ادمینم این بار در روی این ویدیو ست خواهیم کرد بذاریم، که دوستان و عزیزانی که علاقه‌مند هستن و خبر ندارن میتونن با پیام به ادمین در کانال تلگرامی درخواست بکنن و بتونن بیان این ویدیوها رو ببینن و استفاده بکنن. در هر صورت من آرزوی موفقیت و تندرستی برای شما عزیزان میکنم در همه زمینه‌ها.
و خوشبخت باشید، سلامت باشید، طول عمر با عزت داشته باشید. از نظر اقتصادی امیدوار هستم که اتفاقات خوبی در جهان پیش رو بیفته برای همه مردم جهان، در یک آرامش نسبی اقتصادی و رفاهی باشن، به ویژه برای مردم عزیز ما که به هر صورت با این همه منابع و این همه گذشت زمانها ما هنوز از نظر در واقع رفاهی کم مشکل داریم، رفاه اقتصادی. امیدوارم که مسیر پیش رو و اتفاقاتی که انشاءالله رقم میخوره برای جهان مسیری باشه برای صلح و آرامش و دوستی. و خدمت شما عرض شود که تلفن زنگ خورده، عذرخواهی میکنم، ببخشید. مسیر دوستی و مسیر صلح و مسیر آرامش و مسیری باشه برای ایجاد در واقع درآمدهای خوب اقتصادی. در کل من عرض میکنم که در ارتباط با بحث رمز ارزها آینده بسیار خوبی خواهد داشت. خیلی از مردم اطلاعات ندارن، هنوز نمیدونن، واقعا بعضیا پیام میدن توضیح بدید برام رمز ارز یعنی چی. این واقعا به نظر من یک نمیدونم بگم یک آفت بزرگیست یا عدم این آگاهی واقعا به نظر من خوب نیست و خیلی راحت میتونن در گوگل به طور فارسی سرچ کنن، اطلاعات بگیرن اساس رمز ارزها چیه و چقدر ضرورت داره. و امیدوارم که در هر صورت جدی بگیرید و از خرید این برنامه اختصاصی برای این وحشت نداشته باشید. این به شما قول میدم، شما برنامه 1 ساله رو بخرید، با 2 ماه کار کرد و اتفاقا سرعت استخراج و عدم صدمه به موبایل که اصلا در واقع هیچ گونه تاثیر نداره، بسیار برنامه سبکه، با 2 ماه استخراج و زمانی که گذاشتن 30 و خردی ساعت رو هر سیکل هستش، این در 2 ماه میتونه با در واقع تامین بکنه اون هزینه خرید شما رو. حالا خرید 1 ماهش که 3 روزه در واقع اصل پول رو همونطور که به شما نشون دادیم. ببینید من اساسا همه جا عرض کردم نمیشه کیلویی، فله‌ای و دیمی گپ و صحبت کرد. من همیشه سعی میکنم با آمار، با اطلاعات و کار کارشناسی و مستندات مطالبم رو ارائه بدم. بارها هم خدمت دوستان که تماس میگیرن و ارتباط دارن، محبت دارن، لطف میکنن از این که ما مراجعه در ارتباط با این موضوع داریم در فضای مجازی، تلگرام، واتساپ، با همکارانمون. واقعا خوشحالیم که واقعا یه کاری بتونیم انجام بدیم. وقتی اخباری رو در کانال و گروه میبینیم که دوستان یک شعف و ذوق بسیار خوبی دارن، واقعا خوشحالیم از صمیم قلب. باور بفرمایید این دیدگاه شخصی من هست. من دلم میخواد دست همه یک باز باشه و بتونن یک کارایی انجام بدن. اعتماد بکنید همونطوری که اعتماد دارید. واقعا در ابتدای عرایزم عرض کردم واقعا ممنونم از این حسن اعتماد شما. مطمئن باشید همکاری با ما تا روزی که من زنده هستم و در این شبکه حضور دارم 1/100 سنت، یعنی خیلی کما، 1/100 سنت بالا پایین برای دوستان نمیشه. این یک رسم و رسومی است که برای اینجور موارد که در واقع جابجایی دارن باید این کارا رو بکنن. برای اطمینان شما هم عرض کردیم شما پسورد موقت بذارید. وقتی شما یه چیز برنامه خالی رو به ما میدید یا به هر فرد دیگه میدید، برنامه خالی که اون فرد نمیتونه کاری چیزی نیستش برداشت کنه. بنابراین همونطوری که مثل سابق اعتماد داشتید و تشکر میکنم، این اعتماد رو داشته باشید، به عرض بنده توجه کنید تا میتونید استخراج کنید. این میتونه متحول کنه. شما $1000 الان در واقع دلار هر چی که هست ضرب کنید میبینید مبلغ چقدر میشه، 5-60 تومن میشه. بنابراین میخوام عرض کنم که درآمد شما در واقع دلاری است و این تبدیل بشه برای شما خیلی خوب خواهد شد. انشاءالله تعالی هر چه سریعتر این برنامه پای خرید فروش آغاز بشه، بهتون قول میدم که خیلی از چیزا رو جبران میکنه. برنامه کوین که سر جاش هست که شما روش رو میدونید، من توضیحات بیشتری نمیدم چون با این ویدیو من فکر نمی کنم دیگه
بتونم ویدیوهای دیگری برای شما ارائه بکنم نخواهیم داشت دیگه برنامه‌ای فعلا. بنابراین ممکنه مدت‌ها من ویدیویی رو نداشته باشم و خدمت شما نباشم. توضیحات اضافه دارم میدم، از این بابت هم عذرخواهی میکنم. در هر صورت ممنونم از شما و جدی بگیرید و هر گونه سوالی و مواردی هست رو با ادمین ها در واقع به اشتراک بذارید، درخواست بکنید، در خدمتتون هستیم تا اونجایی که دستمون بر بیاد. برای افراد جدیدی هم که در یوتیوب در خدمتشون هستیم میتونن به ادمین ها پیام بدن در کانال تلگرام که ما روی صفحه خواهیم گذاشت آدرس ادمین رو، و میتونن عضو شبکه بشن و از سایر برنامه‌های مجانی داخل کانال تلگرامی و شبکه هم استفاده بکنن. یک بار دیگر تقدیر و سپاس از لطف و محبت و همکاری و حسن اعتماد شما عزیزان میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و برای یکایک شما آرزوی سلامتی و تندرستی و طول عمر با عزت دارم. خداوند یار و نگهدار شما دوستان. خدا حافظ شما.